سلام و درود بر شما دوستان عزیز. امروز خواستم که یک ماسک بسیار عالی را به شما معرفی کنم که برای درمان چین چروک و همچنین رنگدانه های پوست فوق العاده عالی است. مهم نیست شما چند ساله هستین، به هر سن و سالی که باشین از این ماسک تهیه کنین، استفاده کنین، معجزه میکنه برای پوست شما. برای تهیهش هم چیزهای خاصی نیاز نیست، همه چیزی که نیاز است قابل دسترس شما می باشه. اول از همه به یک عدد کیله نیاز داریم. کیله را پوستش میگیرین. کیله شما میفهمین که حاوی مگنیزیم است. مگنیزیم برای پوست فوق العاده عالی است، برای درمان چین چروک و همچنان مرطوب نگه داشتن پوست فوق العاده عالی است. یکی از عوامل اصلی چین چروک پوست همین خشکی پوست می باشه که امیر درمان میکنه. کیله را به قسم که ریز کردین، خوب خمیرش بسازین، له کنین. چگونه یک پوست درخشان داشته باشیم سوال همگی ما و شماست. پس اگر میخواین که یک پوست درخشان و شفاف داشته باشین، لطفاً دستور تهیه ماسک را تا آخر ببینید، دقیق چی نیاز است و چه قسم تهیه میشه. یک عدد کیله را خرد کردین، خمیرش کردین و فعلا به سفید تخم مرغ نیاز داریم. تخم مرغ باید خانگی باشه. یک عدد سفید تخم مرغ هم به اضافه کردیم. سفید تخم مرغ برای درمان چین چروک واقعا عالی است. این خوب مخلوط میکنین به این شکل. این ماسک پوست شما رو مثل شیشه صاف میکنه، فوق العاده است برای درمان رنگدانه ها و همچنان چین چروک. به نشسته جواری یا ذرت نیاز داریم. یک قاشق چایخوری اضافه کنین، یک قاشق چایخوری پودر نشسته جواری. نشسته جواری هم برای درمان چین چروک و همچنین برای سفت نگه داشتن پوست بسیار عالیه و همچنین منافذ باز پوست هم درمان میکنه. و بعدش یک قاشق چایخوری روغن بچه، هر روغنی که در دسترس شما است برای پوست است میتونید شما به این ترکیب اضافه کنین. البته روغن بچه که باشه واقعا عالیه، چون به پوست هم لطافت میبخشه و همچنین برای پوست یک حالت نرمی هم ایجاد میکنه که عالی است. روش استفاده را دقیق شوین، دقیق دنبال کنین که چطور استفاده میشه. ماسک تهیه شد، آماده شد به این شکلی که در تصویر دیده میشه. با یک برس به دست و صورت و گردن به هر قسمتی که شما میخواین تداوی شوه هفته 2 بار استفاده کنین. بمانین خوب خشک شوه. بعد از اینکه خشک شد با آب گرم اول شستشو میکنید، بعدش با آب سرد و بعد از که دست و صورت خشک کردین با یک مرطوب کننده چرب کنین. فوق العاده عالی است، معجزه میکنه. حتما استفاده کنین، ارزش امتحانش داره. هفته 2 بار فوق العاده است.